السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون سوخ. همکاری ازبکستان با مملکت‌های مترقی عالم روز تا روز مستحکم می‌گردد. بخصوص ازبکستان در 2 سال آخر همکاری را با مملکت مترقی عالم ترکیه خوب براه ماند و این البته به منفعت هر دو مملکت بزرگ خدمت می‌کند. پرزیدنت شوکت میرزیویف با پرزیدنت ترکیه ملاقات تلفنی کرد. در ابتدای صحبت سران دو دولت همدیگر را به ماه شریف رمضان تبریک نمودند و نیت‌های نیک و نجیب را اظهار کردند. پرزیدنت ها طرف رواج یافتن همکاری دو دولت در ساحه‌های سودا، اقتصادیات، سمت‌های مدنی، گومانیتری و اینوستیسیا علیحده ایستاده گذاشتند. علاوه بر این طرف‌ها با جمع آمد اول شورای درجه عالی همکاری استراتژی ازبک ترک تیاری پخته دیدن را علیحده گفته گذاشتند و اینچنین جدول آینده واخوری‌های درجه عالی انیق کرده شدند. در ملاقاتی که در روحیه دوستانه شده گذشت، سران دو دولت تنجی و آزایشتگی، ترقیات و فراوانی خلق دو مملکت با هم دوست را طلبیدند. در اساس نقشه قبولخانه خلقی پرزیدنت رسولیک ازبکستان در حدودها قبولهای سیار با همکاری سکتورها منتظم گذرانیده می شود که این البته در برطرف نمودن معمای مردم قسماً باشد هم اهمیت مهم کسب می کند. موضوع را در همین خصوص دوام می دهیم. در دهه قلچه قبول سیاری رهبر سکتور یکم شده گذشته وری که آگاه هستید رهبر سکتور یکم حاکم ناحیه فرخ اوسرف می باشد. در قبول سیار اهالی ده عاید معماهای موجوده مراجعت کردند. می توان گفت که قبول های سیار قسماً باشد هم در برطرف نمودن معمای مردم اهمیت مهم کسب می کند. غایه انسان پرورانه سرور دولت خلق برای اداره های دولتی نه اداره های دولتی برای خلق خدمت می کند امروزها در عمل ثمرناک تطبیق می گردد. امروز خلق نزد رهبر نه باید رهبر نزد خلق رود. از این رو رهبر ناحیه به خاندانها در آمده از شرایط اولیوی طرز زیست و زندگی و معماهای آنها دیدن کرد. همراه حاکم رهبران کارخانه و تشکیلات ها نیز بودند که اهالی دایر به معماهای خود به آنها نیز مراجعت نمود. برای گرفتن کردیت های امتیازناک و به این منوال براه ماندن تدبیرکاری اهالی به رهبران بانک های ناحیه مراجعت نمود و طلب آنها قانع گردانیده شد. یعنی برای گرفتن کردیت حجت های لازمی در جایش رسمی کرده شد، زیرا خلق را برای حجت سپاریدن به مرکز یعنی به اداره بانک دعوت نمودن این راه دادن به سرسانسازی اهالی می باشد. خلاصه برای مردم طرف طرز خدمت رسانی اداره های دولتی آسان می گردد و این باعث راضی شوی اهالی از سیاست کنونی می گردد. به عباره رهبری دولت گویم خلق راضی باشد پس خداوند هم از ما راضی می گردد. بهره به عمل تطبیق نمودن 5 تشبس مهم پرزیدنت شوکت میرزیویف در ناحیه سوخ نیز کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند. از جمله بهره مضمونناک گذرانیدن وقت خالگی خوانندگان مکتب تدبیرهای خیلی جالب از جانب اتفاق جوانان و شعبه مدافع ناحیه برگزار می‌گردد که حالا یکی از آن مسابقه را تقدیم شما می‌کنیم. مضمونا گذرانیدن وقت خالگی جوانان و جلب نمودن آنها به نمودهای مختلف ساحه ورزش یکی از طلبات مهمترین 5 تشبس مهم می باشد. 5 تشبس پرزیدنت با مقصد آن به عمل جاری گردید که جوانان امروزه ما وقت خیش را بیهوده نگذرانیده به یگان ساحه میل داشتهشان مشغول شوند. گذشته از این در بین آنها جوانان مقتدر و صاحب استعداد بیشمارند. 5 تشبس باشد در کشف استعدادهای نو عامل مهم می گردد. با همکاری قسم‌های حربی اتفاق جوانان و شعبه مدافع ناحیه بهره به عمل تطبیق نمودن 5 تشبس مهم پرزیدنت آزمون ورزش حربی تیموربک ها گذرانیده می شود که این بدون شک در کشف جوانان اقتدارناک اهمیت مهم کسب می کند. در یکی از قسم‌های حربی ناحیه مسابقه تیموربک ها شده گذشت و در آن غالبان سکتورها اشتراک کرده برای راحت گرفتن به قسمت ناحیوی تلاش کردند. مسابقه خیلی طول کشید و با چسب و تلاش ها شده گذشت. Temurbecklar harbiy sport musobaqasi xabarlarim bor. O'tgan yil, ya'ni 2018-yildan boshlandi. Bundan keyin an'ana yuzasidan har yili respublika bosqichigacha tanlov joriy etilgan.
شرط‌های مسابقه از جانب اشتراکداران اجرا کرده شد و بنا به معلومات رهبران اتفاق جوانان و مدافع ناحیه باز یک اهمیت و مقصد اساسی مسابقه در آن است که مضمون ناگزارانیدن وقت خالگی خوانندگان و در بین آنها ترغیب نمودن طرز حیات سالم، رابطه طرفین مدنی و ورزشی را به راه ماندن، تربیت اولاد از هر جهت بر کمال می باشد. اشتراکداران مسابقه از روی 9 عدد شرط با هم قوا آزمایی کردند و نتیجه مسابقه همین را نشان داد که جای اول نصیب جماعه مکتب رقم 18 دهه لیمبور گردد. غالبان مسابقه و اشتراکداران فعال با دیپلم و مکافات‌های مخصوص اتفاق جوانان ناحیه سوخ تقدیرانیده شدند. روز تا روز همکاری تلویزیون سوخ با تلکانال‌های رسولیکوی نیز مستحکم می‌گردد و روزهای آخر لوحه و گزارش‌های ما نه فقط توسط تلکانال‌های منینگورتم 5 و ازبکستان 24 بلکه تلکانال سوملی انیخترش بخش تحلیلی و خبری زمان به نوار رفته ایستاده است. حالا لوحه‌ای که ما پیشکش شما می‌کنیم توسط بخش تحلیلی و خبری زمان به نوار رفته است. Farg'ona viloyatining Olisso'x tumanida 10 ta zamonaviy inshoot foydalanishga topshirildi. Mavzuni muxbirimiz Jahongir Sobirov davom ettiradi. Davlatimiz rahbari asos olgan 5 ta muhim tashabbus doirasida Farg'ona viloyatining Olisso'x tumanida 10 ta yangi zamonaviy inshootlar, ijtimoiy soha obyektlari, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari foydalanishga topshirildi. Ish joy tashkil qilyapmiz. Shu tashabbuslarda hamisha qo'llab-quvvatlaymiz. Bankka rahmat, rahbarlarga rahmat. Mana tez kunda bizga imtiyozli kreditlar qilib berishyapti. Juda minnatdormiz. Xotin-qizlarimizni doimiy ish joylari bilan ta'minlash 5 ta muhim tashabbusning asosini tashkil etadi. Shuning uchun tumanning Hushyor hamda So'x mahalla fuqarolar yig'inlarida davlat tomonidan berilgan 90 million so'm imtiyozli kredit evaziga tikuvchilik korxonalari ish boshladi. Buning natijasida 40 dan ortiq qishloq xotin-qizlari ish bilan ta'minlandi. این بود بخش اخبار تلویزیون سوخ که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روشناس گشتید و در همین جا با بخش اخبار حسن انجام می‌بخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.